او زیاده از 40 سال در تلویزیون کار و فعالیت کرده است. کاری او امروز ثمر آورده و نمایشنامه‌هایش هر لحظه و هر دقیقه روی اکران‌ها پدید می‌آید. این نشانه زحمت و تلاش و قوی ارادگی یک بانوی تاجیک است که با اراده متینش توانسته است نام خود را در صفحه تاریخ باقی گذارد. نام نکویش بگذار فرد زبان‌ها باشد و همیشه تن و جانش صحت و بردم. بزرگان در ستایش ساجده غلامова سخنهای بسیار بلند پروازی گفتند. خصوصا هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی هاشم گدایف گفته است که ساجده خواهرت فاطمه، فاطمه خواهرت ساجده. مثال در نظر این ساده می نماید، ولی در پس منظر این مصرع‌های شاعرانه استاد هاشم گدایف یعنی یک تلقینی هست که این خاندان همه سرسپرده راهی هنر هستند. فاطمه غلامova، اسفندیار غلامov، ساجده غلامova، مابیکر یارova، همه اینها یعنی که فدایی راهی هنر هستند. احوالش چخیل باشد؟ احوالش فاطمه غلامova یکی از هنرمندان مشهور و محبوب است و همیشه میخواست با خواهرش همکاری داشته باشد، اما ساجده غلامova به خود اجازه نمیداد که زیر طعنه دیگران ماند. از وی نه خط است نه خبر. اکنون من مخصوص بین تمام اکتورها فاطمه انتخاب کنم و من مثال همین بغیر از پن میموندم، همه با میدادم، فاطمه نمیدادم. برای اون که بسیار نقش هایی بودن که من میگفتم که این نقش من است و میگفت که نه یکی گپ نشود. و برای چی من وقتی که من لیاقت داشته باشم که من بازی کنم چه گپ شود؟ با میگفت من با کی میمونی من با یکان تا obrazتی میگفت. میگفتم فاطمه جان مردم با چی میگفت که تئاتر آمد و بین همین مهم با اپیس انتخاب کرد. میگم من دیگر تئاتر من نمیکنم. بعد یک همون زن آهنین با یک اپیزود من داد. من گفتم که خیلی وقتی که بازی کردیم خیلی آفرین خیلی گفتن تا حاضر مردم میگود. همسایه‌شان من مرغای اگر این دفعه اگر خیلی کنی ایستا یک با من نگاه کن، یک با من نگاه کن کنی آخه کنی گوی که عمر من تا کی با کشکش گوی میگذرد، تا کی با کشکش گوی میگذرد. آخر آدم مرغ که اب کرده نتواند مرغ پایی نکند. فهمیدی؟ همسایه جان ایستا همسایه جان یا چی من همین کش تو کارم پرتافته برایش تو مرغ پایی کنم می؟ یا قربان شوم می؟ همین دو آخر نه وای کرم و سبزی و پیاز و نه گشنیچ و اکراپ. من گفتم من از همین طور سرخم شده نه من چه سرخم نکردم با وجود که همون یک اپیزود چه بود من بسیار سرخم نکردم که خوب برآمد. من تا حاضر کسی بیند گپ نیست تا حاضر. حتی نمیگذاشت که او خود را از دیگران بالا شمارد. و چیزی که دارد هم روی آدم میگد. بعضا وقت بازی میکرد من خناده بخش نبودم، لیکن خفه کردن نمیخواستم. اینش بود. میبرامد بعد میگفتم چه میگفتم سوست بسیار سوست من قناعت بخش نیم. حتی تمام عمر قناعت بخش نمیگفت. خب به همین خاطر خیر و خوش میکنیم. بعضا با هنرمندان ساجده غلام و همراز و همدرد میشد و کوشش میکرد که خواهش آنها را بجا آورد و در وقت تنگدستیشان غمگسار و مددگار باشد. و همین خیلی خاراکتر دارن که گویا که قطعی همراه همین ساجده اپک گویا که از خوردی کلان شده آمدگی باشه. یگان خیلی کلانگری وای مچی خیلی نه عادی صمیمی
در حقیقت همین خلاص وقتی که صمیمیت هست کار خوب میشه. وقتی که حقیقت هست مثل یک رفیق برین، مثل یک فرزندشون برین، مثل یک برادرشون برین مثل مناسبت میکردن. اولو همون چشمایی که همیشه در میگیرد به هنرمند یک باوری میدهد، به هنرمند یک قوت میدهد و چطوری که در بالا گفتم اون کس خودشون هنرمند بودن، هر یک نقش ما رو اول در باطن خود بازیده بعد به ما میگفتن که ما باید چیکار کنیم. بعد آهسته نرنجانده یک مقصد اساسی رو میگفتن و اون طرف ما خودمون میبازیدیم و این خیلی سبک میرفت. این چیزها سبک میرفت برای اینکه کارگردان خیلی با مغز و با عقل و هنرمندی خیلی خوب بودن هستند و اله به صد درآیند و به هنرمند آزادی میدادن. یعنی آزادی میدادن، میگفتن که من همین تو در اطراف همین نقش فکر کن، من همین خیال همین گونه ابراز است، همین گونه نقش است، تو همین غنی گردان، همین نقش رو بای کن. بعد هنرمند البته کوشش میکرد که از خود یگون چی اختراع کند، یگون سخنهای نو، یگون حرکتهای نو پیدا کند. سرطلب هستند، خیلی سرطلب هستند و از همه هنرمندها تو همون مقصدشون به نرسند، تو همون صحنه اون چیزی که میخواهند نبینند اون کس ثبت نمیکردند. شاید برای موفقیت اون کس هم در همین است که هر یک صحنه خیلی خوب کار میکردند و آن همون چیزی که با اون کس معقول اگر تو هنرمند دوده نمیتوانستی اون کس باز کار میکردند و تو اون دمی که بینند که تو علاقه این چیز رو از خود کردی میتوانی همون خیلی که با اون کس معقول. همین من گمان میکنم که باید همه کارگردان ها همین خیلی سرطلب باشند. مقصدی که میخواهند از هنرمند همون چیزی که میخواهند گرفته توانند و این البته در جمع و جمع میشد یک چیز خیلی خوب. اونجا همه هنرمندهای خیلی بزرگی ما بودند و من بین آنها خیلی جوانتر بودم و از همه آنها من یک چیزی گرفتم، از همهشون. و البته از همه مهم اپای ساجیده بودند که هر یک صحنه خیلی خوب کار کردند. وقتی که نوار برداری میرفتن بیرون شهر با همین نقل میکردن که همون بلندی با بهار با قیجانک باران نمیشته وای می برآمده است برای که ناتور بیند و از کجا وای نوار با بردارد میکرد. همونه میگفتم سجده نکن، یگان نخیج یک پایت شکنی یک دست، نه من باید خودم بینم، خودم همون جایی که من نوار با می بردارم باید من خودم. همین اهمیت تو حاضره و 20 سال زیاد شد نفقه به خانشین تا خالی سپکتاکلش میرد افیر بود. او تلاش کرد، زحمت کشید، همه را صاحب هنر نمود. شاگردان زیاد را در راه کارگردانی نیز تعلیم داد. بسیار نقض نشد که همه خیلی رژیسوری که وای اینقدر با پیسه ها داشت وای برای یک اثر انتخاب کردن ده خو اثرهای خونده اینسценیروفکا میکرد، همکاری میکرد و میگفت که آرزو دارم من این اثرمونم این چیزا این وای زود از تلویزیون رفت. این خیلی هنرمندایه در کجایی که نباشند، در تئاتر، در کینو، در تلویزیون، در حکومت، در کلخوز، من همه خیلی آدم های با استعداد به سن و سالش نگاه نکنید و یا نباید به نفقه روند. یک مصلحت آنها، یک اشتراک آنها در همه خیلی جای ها این علاقه تربیه است، این علاقه نمونه است. بس کنید اینجا چی؟ بیمارخانه فنه فیلارمونی؟ سجده غلام و هنگام تنهایی در خانه غمگین می‌گردد و میگوید من از خاطرها فراموش شدم، اما این طور نیست. هنگامی که ما نمایشنامه‌های او را تماشا می‌کنیم به ذوق می‌آییم. از این رو نام او ماندگار و جاودانه است و به همین مضمون ارتقی قادر مطلب را روی چاپ آورده است. و من قرضم بود وقتی که در هفته‌نامه چرخ گردون کار میکردم با ایشان یک مصاحبه داشتیم
با همه آن که همیشه کارهای تهیه کرده ساجد اپا، برنامه هایی که ساجد اپا مرتب میکردن، تهیه میکردن، همیشه بهای بلند میگرفت و همیشه در تخته افتخاری نامشان ثبت بود. یعنی یگان عنوان، یگان جایزه نداشتن. من وقتی این سوال را دادم برایشان خیلی پاسخ گرم بود. گفتن که من فراموش شدم پسرم. یعنی تا حد محبوب و تا حد پرکار و تا حد اینقدر صمیمی، اینقدر خاکسار، اینقدر فروتن بودن که یعنی در مورد کار، در مورد فعالیت همیشه پیشکار بودن، ولی در مورد ارزش‌گذاری فراموش می شدن. برای من همچون یک شاگرد ایشان، همچون یک فرزند ایشان میگم که استاد ساجد غلامова به همه عنوانها و مرتبه ها سزاوار هستند، زیرا که امروز مردم به کارهای ایشان بها میدهند. امروز هم که کارهای بعضی نمایش‌های ایشان حالا که در بایگانی هست و پخش می شود، مردم زود احساس میکنند که صفت آن، ارزش بدیعی آن دیگر است و چقدر برای آن مهنت صرف شده است. یعنی گرمی دل آنجا گذاشته شده است، آنجا محبت، آنجا یک صمیمیت و خاکساری استاد ساجد غلامova مادر مهربان، زن غمخوار، بیبی نهایت مهربان و همه حیات و زندگیش فرزنداش و نبیرهاش و بخشید. 3 دختر دارد، خدا بشکر. 3 دختر جای 10 پسر گرفتن، بسیار خوب نگاهبین میکنن. ساجده حاضر خدا بشکر سال اگر کسلی هم باشد دولت پیری میراند، وقتش خوش دختراش نغز نگاه میکنن و همین نبیرهاش گردش به پروانه، دخترکاش گردش به پروانه.